با این ایتما که قرار الان انتخاب کنی باید با 5 تا آیرن گولم بجنگی. از حواست باشه. خب حالا از بین 1 تا 3 یه رنگ انتخاب کن. خودم میخوام بازش کنم. باشه انتخاب این. حالا از بین این همه شاهکار 1 دونه بردار. حالا از بین 1 تا 3 یه رنگ انتخاب کن. دقت کن. نه ببین اول به من بگو تا من راهنمایی کنم. کدومش بهتره؟ این. نه همین. این اونقدر خوب نیست. به درد نمیخوره. هورا قرمز. واه این چطوره میگوره؟ عالی. واه ای خدا. مر بریدم. بری. و حالا میبینیم که جنگ بین آیرون گولم و این بازیکن یه پرش یه نفرشون رو میزنه، دومی هم میزنه، سومی هم میزنه. جذاب شده و تمام.